خیر، ایشون نه معتاده نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالمی. پس برای چی میخواد رو بگیره؟ پدر ایشون آلزایمر داره، اصلا متوجه نیست که ایشون پسرش، اطرافش کی هست، به حالش چه فرقی. خدافظ. اون میفهمه که تو پسرشی؟ من که میفهمم اون پدرمه. ببخشید ماهی چقدره؟ تشریف داشته باشین. ماهی 300 خان. داشت میمرد من رسیدم. اگر من دوست کرده باشم چه این صفادم یه زن حامله رو اینطوری از خونش میندازه. من نمیدونستم حامله. چیزی واسه باختنم. این مشکل اینه که من نمیتونم مثل آقا حرف بزنم. من سری جوش میارم، نمیتونم صحبت کنم. برو نکن این کارو. چه؟ ای بابا دنیا چه خبره؟ فردا دوباره دلار میکشه بالا. کباده کشی و گبوری گیری ورزش میکنی یه بازو بگیر ببین. زفتش کن. این همون دوست بود که گفتی دختر میمونه دست با شوی میشه. آقا حمید زنگ گرفته ورزش میکنه آمادگی جسمانیش برسه. من خرد دیشبم آسپرینمو نخوردم. دیشب که خوردی؟ اون آسپرین نبود. اصلا نمیشین. ما که حرفشمون زیاد هست یا آش نخورده و دهن سوخته نشیم ها؟ یعنی چی؟ یه جای دور بدون قیل و قالا دادا رو دور من و تو باشیم و دریا و صدای موج مثل دوتا ماهی باشیم همیشه تو اوج همیشه تو ماهی تو اوج ها؟ دلار یورو جهان با من برقص. آفرین مثل دوتا عقاب باشیم همیشه تو اوج همیشه تو اوج همیشه تو اوج. حمید زندانی رو تخلیه کرد. اگه میخواید میتونید ببینید. صورت استخونیه، کشیده داره با چشای روشن. با کسی حرف نمیزد اصلا. سرش تو کار خودش بود همه. بدون اطلاع من یه تور کبریت هم از سر اینجا بیرون نمیره. برو تحویل بده این سگ هفته بعد باید بیایم اون بر. به نظرم شما اون قدری هم که میگن بر اخلاق نیستید. اگه کمک خواستی داد بزن. واسه بگم. به خدا از جایی که من واسه بودم میشد واسه جا نرسید. دوباره این اون چیزی که دیدی تعریف کن هستم. او دیگه دود شد رفت با سرخ پوست. یه شاک آسمون از غم سیاه روزو همین چند ساعت پیش فکر میکردم خوشم سری آدم بزن. سرخ پوست نویسنده و کارگردان نیما جاویدی. با کسی حرف نمیزد اصلا. سرش تو کار خودش بود همش. فکر نمی‌کردم خجالتی باشی. اشتباه کردی. من خیلی خجالتی. از کوچ چه داری به غیر از داغ سفر از عشق چه دارم به غیر از خون جگر
نمیشه بذاری یه چیزی که هم باشه تا بگردم پیداش کنم. اذیت نکن دیگه، هنوز شروع نشده بامبول در نیار. هیچ وقت ازش پرسیدی این گیاه کجا رشد میکنه؟ من آدم ها رو با سم نمیکشم، از روشون رد میشم. میدونی چرا؟ اون سم درد داره. شیر فقط اسمش قشنگه و قیافش. من همیشه یه صندلی واسم کم بوده، کتم واسم تنگ بوده، کفشام واسم کوچیک بوده، ساعتم خواب میمونده و من ازش جلوتر حرکت میکردم. الو گوشی تو چرا جواب نمیدی؟ ترسم از غریبه ها نیست. دنیا برای من جای کوچیکیه، احساس میکنم همه جا بسته است و نمیتونم نفس بکشم. انگار همه این لحظه ها رو قبلا دیدم، درخت‌ها، صدای آبشار، قورباغه ها. اونا رو زمانی میبینم که در حال مردنم. این خط این نشون واسه نگاه کن. اینا ترسیدن دارن خودشون جمع جور میکنن. چجوری میخوای پاشی بری اون سر دنیا، جایی که نه مردمشون میشناسه مجبور باشه عادت میکنه. اینا فقط دردشونه که تو نری. ای من گذاشتم تو بود. تو فکر میکنی من واسه چی نمیام اینجا زندگی کنم؟ باز چشم منو دور دیدی زندگیمو کرده تو آشغال. غیر اون شناسنامه باشه نباشه من میرم. الان داری میگی من برداشتم که نذارم بری. نری برگردی بری برگردی دیگه آقام نیست. آقام نیست بندازی گردنش. گردن منم نمیتونی بندازی چون دارم بهت میگم چجوری داری شوهر میکنی ولی نمیشنوی. آقا شما دلتون خوش شوهر کردین؟ کل دخترای فامیل شوهر کردن که فقط بگن نترشید. دیگه نمیدونم ترشیدن خیلی بهتر از شوهر کردن. اینجا همه چی ادامه داره، هر یه جمله آدم با همین داستان پشتش داره. ازم بس کن که مغز دختره رو خوردی تو. با کی بود الان گفت احترام سن و سالتون رو یاددار با اینجا کسی عوض بشون نیست، فقط باید هر کدوم پخشیم بریم بهتر. روزایی که تو خونه نیستین آبجیات به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویش نگیره. کی میاد از خانواده دختر بگیره که من و توی آشالات داداشاشی؟ من میخوام اینو خوابش کنم بزنم دیوار. ابد و یک روز. نویسنده و کارگردان سعید روستایی، تهیه کننده سعید ملکان، برنده 9 سیمرغ بلورین از 34مین جشنواره فیلم فجر، برنامه ویژه نوروزی سینماهای سراسر کشور. پخش فیلم ایران. رو از اول چه من اینجوری بود. این بچه مریضه، دست خودش که نیست. ای بالا میکشی بالا حالا منالا. دورا که میامدیم یواشکی از نهید گرفتم. خب چرا آخه؟ چون وقتی حواست نیست خود خواهیدی حواست ضبط میکنه بدون دوست دارم. پس یعنی ما از این بعد حواسمون باشه. اون تنهی اذیت میشه. مگه خوب نشده؟ به خوب شدن ربط نداره، قرصاشو باید همیشه بخوره. خانومی کن مشکلی پیش نیاد. اینا برادرن، حرف و حدیث گذشته رو پیش نکشن تو رو هم باستن. یادت چجوری صدامون میکرد؟ ناصر خسرو. اینجا نمیمونی. چرا این موضوع از ذهن من دور نمیشه نصر؟
برادرم خسرو. یه بازپرس کاربلد اول تحقیق میکنه بعد انجام میده. انجام نمیده بعد عذرخواهی کنه. شما با خواهرزنت محرمی که باش میپری تو استخر؟ آقا ما همه زن و شوهر محرمیم. آقا من یه عمر اونجا دارم باغ اجاره میدم. اروا خاک آقام اینجوریشو ندیده بودم. شما اون شب مشروبات الکلی مصرف کرده بودید؟ آقا این حرفا چی؟ از خودشون پرسیدم. نشناختین؟ آقای مهندس صادقی هستن شهردار. من استخر میرم میگم چیکار کردم، مثل نیستم بیام اینجا برادر هرو میکنم. برادر من شرعیش این بود که اول عقد میکردید بعد رابطه برقرار میکردید. بابا حالا پدر مادرش غلطی کردن، بچه که گناهی نکردید. هر 6 تاتون رو با هم میکشن بالا، نه دونه دونه. 6 جفت با بالا اینجوری جون میدید. من نمیخوام آبرون بیفته دست مردم. من میدونم پسرم گوه زیادی خورده. من یه ثانیه نمیذارم نفس. پدر من از خود شهر نکن. حرفزار نکن برادر من، تو رو ابوالفضل نکن. این رسانه‌ایش مثل بمب صدا میکنه. تهیه کننده بهرام رادان، نویسنده و کارگردان کاظم دانشی. بشرا فیلم تقدیم میکنند. تو ندیده بودی من سر آدم فروشم و چه بلایی میارم؟ نه؟ آقا احیانا اشتباه نشده، پلیس منم. خب تمولی بود که رفت. شما حرفمون رو باور میکنی؟ شماره حساب میدی، رقم تحویلی صاف میاد تو حساب. من عقد کردم چند وقت دیگه هم عروسی. میخوام بدونم جرأتشون که بی‌واسطه صاف تو چشای من نگاه کنی. اگه مأمور نبودی که یارشون داشتی از کمتر از 500 متری من رد کنم. همتون متری 6.5، فیلمی از سعید روستایی. آبجی دارید. به جای گوه زیادی خوردم فقط بگو رضا ژاپنی رو میدی دست من یا نه؟ شد اینا دوتا با هم اینجایی تنها بشن؟ نصف ماتمای تو اون سلول رو من خودم دستگیر کردم. اون وقت میخوای بندازی منو وسط همونا؟ حواستون باشه سرباز، کسی جابجا نکنه چیزی بینشون. بلایی سرت میارن که تو زندان خواب عروسی هم ندید. دلم هر میکشه واسه اینکه یه بار دیگه ببینم. فیلم برگزیده تماشاگران در 37مین جشنواره فیلم فجر. 5 سال عمرمو گذاشتم پاش. من میدونم با یکی دیگه است. متری 6.5، نویسنده و کارگردان سعید روستایی، پیمان معادی، نوید محمدزاده، فرهاد اصلانی و پریناز ایزدیار. متری 6.5، تهیه کننده سید جمال ساداتیان. چه خبره اینجا؟ فکر کردید مملکت مسخره شماست که غلطی نیست دارید بکنید؟ امیر به خدا برات گلو تموم میشه. امیر یه مرد مزاحمم شده روانیم کرده. رابطه ای که اولش باج ناموسیه، وای ببرده. اگه عملیات کنید به خدا با تو داشت بشن. خودش پای خودش همین سال از اینم ساده بود کشته شد. امیر ناموسیه. خود بذار جا امیر چیکار میکردی ها؟ صرفا فکر تامین منافع کشوریم ولا بالایی که میگن تویی؟ کدوم بالا؟ همون بالای نامه قانون برای من قانونه، برای اونا تفریه. کلاسه چه بری زندگی متوا کرد. این مردم 40 ساله که جلوی دنیا واسطادن، دیگه خسته است. الان مثل مور و ملخ میریزن اینجا. منتظرشونم.